بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. دوستای نهایت گرامی که ما را از یوتیوب چینل لحظه نگار بیننده هستین، امید که جور و صحتمند باشین. خب دوستای نهایت گرامی، شما را خوش آمدید میگم به ویدیوی دوم. ما و قسمی که میبینین ما امروز آمده ایم به ناحیه 8 کارته بختی نمبر اول، کوچه نمبر 2 یا نمبر اول میشه. قسمی که از دوستا و رفیقا شنیدیم اینجا یک پسر زندگی میکنه که دارای 12 سال سن میباشه و انگلیسی تدریس میکنه. ما هم آمدیم تا یک گزارش از اینجا ثبت کنیم، ببینیم چگونه یک فرد میباشه و خب ما را بیننده باشین. ما میریم اینجا که ببینیم چه رقم یک گپ هستن. قسمی که میبینیم این خورترک با ما خودشان وا کردن دروازه را. سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جانت جور است؟ پیش بیا. احمد زبیر جان خودت هستی؟ نه. شما نیستین؟ نه. احمد زبیر جان کجاستن؟ اونجا درس داده هستند. پس دوستای نهایت گرامی اینا خودشان درس داده هستند. پس بیاین بریم به صنف درسیشون که ببینیم چگونه درس میدن و چقدر هستند. ما را بیننده باشین، خیلی همراه باشین. خب دوستای نهایت گرامی ما را بیننده باشین. قسمی که میبینین ما آمدیم به سوی صنف زبرجان که اینجا درس میدن. قسمی که میبینین ما آمدیم به صنف احمد زبیر جان، کسی که درس میدهند و اینجا آمدیم تا ببینیم که اینا کی هستن. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جانتان جور؟ سوال علیکم سلام، جور هستین؟ بخیر هستین؟ بشینین راحت باشین بشینین. خب دوستان نهایت گرامی، قسمی که میبینین ما از پیشتر از کسی نام بردیم که گفتیم اینجا آمده درس میدن. افراد که در همین محل زندگی میکنن آمدن درس میدن و چه خوب است که ما که دیگر هم براتون بتونم که همیشه به اینجا نصب کنین که با ما درست صحبت کرده بتونین. خوش. جور هستین؟ شکر. جانتان جور است؟ بخیر است؟ میشه با ما خود یک بار معرفی کنین و بگوین چند سال سن دارین؟ خوش. انگلیسی بگیم؟ مشکل نیست. In the name of kind Allah, my name is Zubair Ahmad. My father's name is Zaid Ahmad. My last name is Dost. I'm from Afghanistan. I live in Mazar Sharif. My father's job is doctor and my mother's job is song. I have two brothers and three sisters. I'm Afghan and I want a future. I want to become doctor and my partners in the world, Prophet Muhammad, peace be upon him. And I want to become the future my doctor is my dream, and my religion is Islam, and I am 12 years old and I was born in 1319 then. بسیار خوب. اسمتان احمد زبیر جان بله. گفتین. خیلی عالی. دوستای نهایت گرامی ببینید کسی که اینجا درس میدن دارای 12 سال سن میباشین. قسمی که ما پیاما و از دوستا حرفایی را که شنیدیم شاید مردم باور نکنن شما دارای 12 سال سن میباشین. خب اون دیگه در دست خودشان است. اگر باور میکنن باور بکنن، اگر باور نمیکنن خب اگر هر چقدر آدم اگر که در حرف مردم پیش بره یا هم که از خود پیش بره او فرق نداره. اگر که در حرف مردم رو پیش بریم یا که پیشرفت میکنیم حرف مردم خواست، هم حرفای خوبشان است هم حرفای بدشان. خب این حال اینجا انتخاب او کسی است که یا حرف مردم رو گوش میکنه یا حرف خودش از نزدیکاشه. او به دست خود مردم است که چی میگن یا چی نمیگن، یا که خوب میگن یا بد میگن. اگر ما حرف مردم گپ بدش از اونا اگر پیش بریم خب معلوم است که ما پس رفته میشیم که میبازیم دو قسمت و باید ما خود ما در چی حرف مردم پیش نریم. خود ما باید بسیار عالی. اینجا شاگردایی را که جمع کردین انگلیسی درس میدین دیگه؟ بله اینا را انگلیسی. در این بین شاگرد بزرگتر از خودم دارین؟ بله بزرگتر از خودم هم دارم و اینا را به دو تایم تقسیم کردیم که یکی از آنها از قدر خودم است، دیگر از ما کوچکتر است و اینا را به دو گروه تقسیم کردیم. یکی از آنها یک چند دختره که از خودم که خودتر است، اونا را میخوان انگلیسی بخونن، سنای 6 سال 7 سال دارن و دیگر پسرها هم که هست از من که کم بزرگتر هم است خودتر هم است و اینا را به دو بخش تقسیم کردیم، هم دختر هم بچه. یکی از آنها از چی
بگینر است و دیگهش از اونا کم فهمیده تر است که درس از اونا پیشتر و کتاب دو رو بهشون دست میتم که استیج دو هم داره و کتاب اولش استیج وان نام داره که اولش سالتر از خردار دست میتم بدم. دوستای عزیز ببینین که ما در کشور ما افغانستان چنین استعدادهای پنهان داریم که واقعا نیاز است و ضرورت جامعه است که ما باید چنین افراد را قابل ستودنی است، قابل ستایش است که ما باید چنین افراد را رشد کنیم و نشان بدیم به جامعه که ما دارای چنین استعدادهای در جامعه هستیم. خودتان صنف چند هستین؟ خودم صنف 7 مکتب هستم. صنف 7 مکتب هستین. چند نمره هستین؟ اول نمره. اول نمره هم هستن ماشاءالله. بسیار عالی. صنف 7 مکتب هم هستن، اول نمره هم هستن و اینجا صنف انگلیسی تدریس هم میکنن. یگان انانسری و چیزا میکنین دیگه در مدرسه و یگان جایا؟ انانسری، نطخوانی، قرائت، به هر بخش از کنفرانس ها باشه میتونه. ماشاءالله پر از استعداد از جامعه ما، ولی در صورتی که باید نمایان شوه و مردم بیننده باشه. در کناری که مثلا اینجا درس میتن یا تدریس میکنن، آیا فوتبال هم بازی میکنن؟ بله، در کناری که درس ها خب زیاد از مکتب است، مدرسه است، دیگه اینجا از باید درس از اونا رو پیش ببرم. در قسمت از اونا یک تفریح شوه، به خاطر از اون فوتبال هم میکنم. فوتبال هم خیلی خوب یاد دارین البته. بله. چند سال از فوتبال میکنین؟ از سند 8 سالگی 9 سالگی من فوتبال شروع کردم تا حالا ادامه داره. نه ماشاءالله. دوستای نهایت گرامی، قسمی که می‌بینید استاد محترم بگوییم و زبیر جان است اسمتان دیگه. اینجا کسی که میبینین استاد است، یک استاد خوب هم هستن که تدریس میکنن و یک فوتبالر خوب هم هستن. شما چی وقت به ذهنتان رسید که مثلا این بچه و دخترها را در اینجا جمع کنین و تدریس کنین؟ چون شما خودتان خرد هستین، به این خاطر سوال کردم. خب من که دیدم مثلا اینا از مدرسه رخصت میشون یا هم که از یک جای دیگه طرف دیگر بیکار هستن اینا، باز یک مفکوره به ذهن ما اومد که اینا از بیکار گشتنشون کرده یا هم که در هر طرف بیهوده گشتنشون یا هم که بیفایده حرف زدنشون کرده. یک به ذهن ما اومد که اینا را خودم یکم انگلیسی یاد دارم. خب اگر میشه که گفتم اینا را انگلیسی یاد دادم، اگر نمیتونن اگر کسایی که اقتصاد از آنها ضعیف است کورس رفته نمیتونن، گفتم بیاین ما برشان مجانی درس میدم. خیلی خوب دوستا، ببینین ما واقعا استعدادهایی داریم در کشور که باید نمایان شوند در جامعه ما و افرادی که پول ندارن، دارایی ندارن، یک فرد که دارای 12 سال سن می باشه اینجا آمده و چنین تصمیم بزرگی را میگیره که باور کنین خیلی از افراد بزرگ در جامعه ما نمیتونن که به فکر ازی است که مثلا یک دو فرد، دو دختر یا دو بچه، هر کسی که از جمع کنه و چیزی که یاد داره به دیگرها هم برسانه. خب ما یک سوال داریم از شما که مثلا اگر روز شوه که قرار شوه که ویدیوی شما را رسانه ها، فرض مثال فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام یا تیک تاک اینا ویدیو شما را جهانی بسازه و وایرال بسازه، شما دوست دارین من حیث یک فوتبالیست به تصویر کشیده شوین یا من حیث کسی که یک تدریس خوب میکنه انگلیسی را؟ خب اینجا خب هم تدریس است یا فوتبال. اولش ای که از درس با فوتبال گپ بسیار جداست. دوم دیگه خب حتما که دوش انتخاب میکنم، به خاطر که فوتبال هم یکی از علاقه های خوبم است که باید من اونم انتخاب کنم و اینجا دوش انتخاب میکنم. خیلی خوب. و با ما میتونی بگویی در وقتی که امید درس دادن شروع کردی آیا خانواده‌ات ممانعت کردن و دیگه کی تو رو تشویق کرد که تو چنین کارهای را انجام بدی؟ خب در این قسمت دیگه او زیادتر پدر و مادر من تشویق کرد. این مفکوره برای آنها که گفتم که امیتی یک گپ است، اینا رو گفتم میارم درس میتون برشان. بعد مادر من گفتن اونس خوش شدن که پسر من یا که یک افتخار است برای من اینا رو درس میده. بعد از گفتن خب اجازه دی، گفتم بیا برشان درس بده، هم برای خود خوب است که درس های تکرار میشه و هم برای دیگرها. و حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود که آنچه که دانستی به دیگرها هم دانستن خوب است. خیلی خوب. دوستانتون بگین یک بار صلی الله علیه و سلم. ماشاءالله. چی خوب است. واقعا یک شخصیت زیبا را شما نام بردین. آیا میشه به ما یک چند کلمه یا چند مقاله یا چند حرف درباره زیباترین انسان روی زمین که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است میشه به ما بگوین
به انگلیسی البته اگه بله. میتونین. میتونم. In the name of kind Allah, Prophet Muhammad, peace be upon him, is a shining example of mercy, and he is kindness and wisdom, and he thought as to be patient and humble and just, and through his and the words and compassion, his legacy continues. His legacy continues to million around the world, and he is very honest, and he is very kindly, and he is my partners in the world. And ماشاءالله ماشاءالله. ببینین این هم یک تعریف زیبا از رسول معظم اسلام محمد صلی الله علیه و سلم. پس چه خوب از زبیر جان به ما یک پیام به مردم افغانستان، یک پیام به همسن و سال خود داشته باشی، چی میتونه باشه پیام به همسن سال خودم این است که از بیهوده گشتن، بیهوده حرف زدن یا هم که بیکار گشتن، از که باید بشینن کتاب مطالعه کنن، برای خود یک تقسیم اوقات جور کنن. پیشرفت خوب و صحیحی است که اول ما باید برای خود یک تقسیم اوقات جور کنیم، دوم دیگه از پشت تقسیم اوقات ما پیش برویم. و حرف دیگه این است که جوانان و دوستا، گزارش هم که شما گرفتین از من رو دیده، یا هم که دیگر ویدیوهایی که استعدادهای دیگر هم که هست از طرف از ما گرفته و یک انگیزه برشان شود که اینها این کارها رو کرده که میتونه، خب ما هم انجام داده میتونه. هیچ کار یا هم که من انجام داده میتونم، هر فرد دیگر نیست که انجام داده نکنه. همگی هر کار انجام داده میتونن و باید خود پیشرفت کنند. وقتی که ما یک جامعه خوب در زندگی خود یا هم که در کشور خود جور کنیم، آهسته آهسته جامعه ما پیشرفت کرده، کشور ما پیشرفت کرده، نام کشور ما بلندتر می شود. تشکر بسیار زیاد. دوستان نهایت گرامی، ببینین ما در جامعه 40 میلیونی افغانستان زندگی میکنیم که دارای چنین استعدادهایی می باشد و واقعا اگر ما از دوستا و رفیقا نمیشنیدیم اینجا نمی آمدیم و زبیر جان کسی که اینجا استاد انگلیسی هستند و انگلیسی تدریس میکنن نمیدیدیم. خب شما هم هرچی اگر استعداد خوب میبینین، هرچی خوبتر میبینین به ما خبر بدین و شما را تا ویدیوی بعد به خداوند یکتا می سپاریم. سلام علیکم و رحمت الله.